سلام بینندگان عزیز، برنامه نوبتی روایت یا حقیقت از پیشنهاد شما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. عین حال ما قرار داریم در موضع تاریخی که پیدایش اسبان ختلانی را به همین موضع تعلق می‌دانند. اینجاست ناسکول تاریخی. با ما باشد و یک جایه معین می‌نماییم که از روایت ها تا حقیقت اصل چگونه راه است. با ما باشد. موضع طبیعی تاریخی ناسکول معروف با نام حوض قینر 14 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسع در دهه زیبا منظر قینر در مساحت 2 هکتار جایگیر است. فواره زدن آب شیرین در میان دو کوه بزرگ نمک خواجه مومین و خواجه سرتیز در بین مردم روایت و قصه های وابسته به مقدس بودن این موضع را به میان آورده است. مسافرها میگفتن که اینجا اسبی اوی بود. وقتی شده میگه یک راهگذاری همی میگذاشتن اسوار اینجا ده ها برای فونه یا چنار بود. ما چنار قوقی شدیم قوق شده بود که هم شوخه قوقش بود. همون تای همون در دام گرفته 6 تا است. بعد خوش بوده یا وقت ویدور میشه که اسب میگه ای حوض برو اومد. بعد این مسافر خیس اسوار شد اسب گرفته رفته که سال موش اومد از کرکه تویچه کرد مانند همین طرح خولدور. اینجا حضرت خواجه قینر جای بزرگوار ولی این مردک گفت که اسبی اوی و چی او را در ها اونو باری پایین چنار کلون بود. ما هم در وقتی که ما اینجا آمدیم اما خدای سیاه چخت کلون بود خاق بود دیگه در اون برگ چرک نبود ریشه پوسیدگی بود خاقی شدیدگی همه تا 6-7 متر هم تا بلند بود برگ چرک نداره قاق شدگی بود همه ریشه‌اش ریشه پوست بود تشکی زاگی سوختگی بود بعد ریشه‌اش همه قربی اودا بود ریشه پوسیدگی وایرون بود او را هیچ که دیلو نمیشید بعد همون کندوش چپاشید هم درون حوض فور میگشت او را کسی نمیگرفت دیلو نمیشید کی بگیره همونجا دا گفتی همی ورید ام مرده که میاد دا مرده خواه میکنه شام جمعه بنده خبره برای با چی که هسته که کرک های ورده ایجا باز مونده با کرش گرفت هست ام طریق پا بود. چون از روایت ها قصه کردیم تاریخ گواه هست که هم افسانه است هم روایت هست لیکن زمینه های روایتی خیلی معتمدن نسبت به افسانه ها و گمان میکنم که فیصد زیادی آنها به حقیقت نزدیکی دارند. درباره حوض قینر نیز روایت های زیاد است از جمله روایتی که برآمد اسب‌های ختلانی که در زمانهای گذشته و امروزه نیز خیلی مشهور هستند از همین حوض قینر است. طبق روایت های شنیده زمان در دهه قینر پادشاهان ختلانی زندگی میکردند و در آن زمان در قسمت شمالی حوض راه زیر زمینی برای پناهگاه شاهان بنیاد شده بوده است که تا قسمت شرقی دهه تا نزد کل دلارام راه داشته است. سالهای 90 یک مسافر 95 ساله رایون 5 ازبک گروپاوی 10 مرده نمیروند 10 مرده اینا همسایه‌مون بابای سلیمان همونجا باشگاه بجا خارجی همون نقل کرد که گفت همون گفت ایچو میشه گفتیم که قینر گفت که قینر وقتی عبودیش هم یادم که گرد همه حوض گلکوری کردگی بود دخترها کرتای چکم پوشیدگی و کوزه آب دادشون گلو رو آب میدودن میره دهن همون شنیدم میتونم خیلی ما بچه چپ دیمه که همین بچه چپ دانی ما هم خمه دونستیم که یک دامرده تیاق شده همه سن شگنا و ایچوی شکاکای تیلا پرکای سوسه کای در یک حوض همون سن همون بولو ده همون تیاقش چرت ده درون برفته ایقا مهنتوش سوخته چند گریسته نول ده
همه گوسپند شم میاره همه تبرای گوسپند رایون 5 فالخور همه سنای همینیم همه تم میومد میره همینجا او میخرن او بازی میکنه چیکار میکنه که تیوق رو دا میبینه همون تیوق همین اکنه هم امروز باشه درو باشه هم تریه بعد خدا داد میگم میپره تیوق بعد میگیره و سرکش های میکنه بعد با میره هم تریه این حاضر حقیقتا سیل های همینجا چند برو اومد در اومد همه در اون خط لای همه چیزا اومد در اومد همه عیسی باشه یا عیسی بی چی یکم گفت خبر دیگه باشه که دیگه او ای جوشیشش موند است میجوشه این او کم آخه روایت دیگری که از معجزه های نوسکول دلالت می‌دهد این واقع بودن حوض دلارام در نزدیکی کان نمک سرتیز است و بنابر روایت های شنیده مس چوپان به اینجا به آب نوشی می آید و عصای خود را می افتاند و بعد از چند فرصت عصای خود را از نوسکول پیدا می نماید و این دلالت می دهد که از تگی انامین تپه‌ای که ما می بینیم یعنی که طریق قبورهای کلالی از حوض دلارام تا حوض قینر حوض نوسکول راهی زیرزمینی در اینجا موجود بوده است. قصه جالب دیگری که وابسته به اسرار نام حوض نوسکول و دلارام شنیدیم چنین است که شهبال نام یکی از شاهان ختلانی زمان در این سرزمین عمر به سر می برده است که دختر صاحب جمال با نام ناز و محبوبه عاقله با نام دلارام داشته است. به همین خاطر شاه این دو موضع را با نام پیوندانش گذاشته است. پس از گذشت سالها با پیدا گردیدن روایت های دیگر وابسته به پیدایش اسبان آبی این موضع نام قینر را گرفته است، اما وابسته به این روایت ها تاریخ نگاران دیگر نقطه نظر دارند. اصلا نام این نوسکول است. در آثار ابن خردادبه با نام نوسکول یاد می شود که گفته می شود در نزد قصر حاکمان ختلان. این البته هولبوک امروزانه است. این مرکز حاکمان ختلان در ابتدای سالشماره میلادی است. مثلا عصرهای 1 و 2 میلادی در دوره کوشانی ها در دوره دولت یونانی باختری است. واقع تاریخی همین است که در 2000 سال نه بیشتر یاد میکنن هست همیگونه حوض همیگونه تالاب هست و بالاش که از قسمت بالا که مزار است اونجا قلعه هست و این یک شهرکی هست با شهرکی دوران یونان باختری و اگر پایانتر از اون چشمه سعید بروید اونجا میبینید که یک جای هست مثل امفی‌تئاتر. اونجا امفی‌تئاتر هم بود و سالهای 70 از اونجا هیکلچه های خردی با اصول ساختی یونانی پیدا کرده بودن. هست این چیزا. دیگر در مورد روایتشان است که میگن از زمین حوض اسب ختلانی بیرون شد. میخوان که مردم میخواد که حشمتی را بزرگ کنند. یک جایی باید برآمد اسب را بگن، مثلا تصادفاً میگن گلبان دید که در این بین خردادبه آمد. از گلبان دید که از اونجا یک اسب آبی بیرون شد و جفت شد با اسبان شاهی و تولید شد اسب ختلانی. خوب روایت از کجا شروع میشه؟ وقتی که باری اول اسب رو سوار شدن، اسب که تیز پر بود، تیز میدوید، تیز تک بود، بادپا بود، میگفتن که این اسب هایی که از آب هستند، آبی هست. یا که روایت میکنن که این پر دارن، جانورهایی هستن که پر دارن میپرند. از همین روایت ها پیدا شد و نسبت دادن مردم به همین حوض.
ولی اسبان خطلانی برآمدشان یکی از معجزه های بزرگ تاریخ مردمی ما هست. اسبان خطلانی که تا در عصرهای 13 و 14 نیز در محاربه های اروپا استفادهش میکردن. بسیار ریزه بود و چابک در جایش گشتن یک به قول روسا منیورش بسیار تیز بود. برای همین اسبای شهرت‌دار هستند. دیگر این باید چی باشد؟ آب باشد که یک معجزه هست، معجزه که وابسته به همون محل است. انا آب ایران اینا تیم ولی یک بود چی دیگه هست. سمد تیلا گفتنی بود، رئیس جماعت بود، بعد رئیس اوبشپیتی بود کشید. همون اومد پیش خونه بابا خیرالله متاسکل اورال داشت. همونجا بعد بچه میگم که کم کم تشویق بود فرم میگشتم. همونجا رفتم که بعد فایرون که گفت بچه کی میشه؟ گفتم بچه بابای مخصوص. بعد گفت که هم کیرا زنی بابا خیرالله گفت که یک خرابوی مالیروانی، یک خرابوی مالیرو نشدم. ایم چشمه او بیره، چشمه پیش خونه مودای. چشمه را بعد رفتم همونجا او گفتم آوردم دادمش. او خورد بعد اکومولاتور هوی کرد. همین او ریخت. او گفت یگان مایده گفت نمک نده اوی دیستیلی روانی برای آن اکومولاتور. همون چیزو سر شد. همین او قطعی سلخوش تکنیک می اومد. همینجا فلاک او بمون اکومولاتور رو زوادید کرده کردن. اکام شوفیر بود هر سال همین میریخت. یک سال میریخت 4 سال اکومولاتور به اتکاز میره. طبیعت بسیار چیز معجزه های عجیب دارد از نظر اگر علم های گئولوژی و دیگر چی بگیم. در همون یک مسافت بسیار خرد 3 نمودی آب است. آب شور است، آب شیرین نوشیدنی هست و در پایان یک چشمه دیگه است به نام چشمه سنگین که نمک ندارد. دیگر نماد مینرالی ندارد، آب باران است. یعنی این معجزه طبیعت در اینجا. ولی در روایت میکنن که نه ممکن آبش آورده باشن اصولی کاریزی قطعی. ولی منطقه جای سرشار از آب است، میتواند هر گونه که باشد. ولی در مورد تا کدام اندازه اصول کاریزی استفاده شده است، آب آورده شده است، ما ثابت کردن نتونستن. علما به این کار جهد نکردند. یک باخوری مردم رخشان زمین رو با جنوب اولی آوردنی هستند و در اونجا علم شناخته تاریخ شناسی مشهور یوسف شاه یعقوبوف یکی از اسب‌ها رو در حضور جنوب اولی معرفی کردن و در همونجا ابراز عقیده داشتن که اصل برآمد اسب‌های خطلانی حوض قینر است که حالی‌ها قرار دارد در دهه قینری ناحیه وسیع. حالا درباره همین روایت برآمد اسب‌های خطلانی چنین سرچشمه است که در زمان حکمرانی شاه همین حدود بیک که گالابان داشت، اسب‌های زیاد داشت، هر روز اسب‌ها رو به چراه می‌برد، می‌چرانید و چون روز گرما میشد، گرمای روز بود، رمه گله اسبان رو به همین حدود چشمه یعنی که حوض قینر می آورد، از اینجا آب می نوشیدن و در سایگی درختانی که در اطراف همین حوض قرار داشت دم می گرفت. روز گلابان رو خواب می برد و چون بیدار می شود در نزدی گاله اسبان خود، اسبان مقرری هر روزه خود یک اسبی بیگانه رو می‌بیند که از اسبان گاله او با کلی فرق می‌کند. هم در سیمو، هم در صورت، هم در قد و بست فرقیت دارد. و ذهن زیاد می‌ماند، مشاهده می‌کند. چون بیگاه می‌شود اسبی گفتگیمون باز با وارد همین چشمه می‌شود. همین حادثه چند روزه که من بعد میورد گله اسبان رو تکرار مییابد. کار به درجه میرسد که اسبی برآمده با اسب‌های در گله بوده آمیخته میشوند. این حدود ماه‌ها حتی سال دوام میکند. از مادیان‌های اسب‌های مادیانی که در اینجا بودن از تایچه‌های خرد تولید میشوند، آنها کلان میشوند و بعد گلابان و خلاصه میاد که اصلی واقعه رو به شاه معرفی کنند و وقتی که شاه از این آگاه می شود برای حقیقت حال رو دیدن، از حقیقت حال آگاه شدن به نزد حوض قینر میاد
галаи аспонро ба ин ҷо меоранд ва аз ҳамон тойҳои навтаваллудшудае ки ба як дараҷае расида буданд якеро интихоб мекунанд зину авзор мезананд ва шоҳ ба он саворӣ мекунад. шоҳ мегӯяд ки чун ба асп савор шудам ба хотирам меомад ки асп на роҳ мегардад, намедавад, балки парвоз мекунад ва гардонданашам гашташам бисёр сабук буд ва шоҳро бисёр аҷаб меояд чун омада дар як ҷо бо қарор мегиранд, зин авзорро аз вай мегиранд ва баъди лаҳзае албатта чун бегоҳ мешавад, боз ҳамаи ҳамон аспҳо вайҳои тойҳое ки буданд боз ба дохили ҳамин ҳавз баромада мераванд. акнун то кадом дараҷа ҳақиқати ҳол вай аст ина ба таърих ҳавола мекунем, лекин дар минбаъда дар замони ҳукмронии Темур низ дар бораи аспони хатунӣ боз гап меравад, дар бораи аспони қипчоқӣ ки аслан баромадаш ба ҳамин ривояти мо бисёр вай дорад, заминаи вай дорад, алоқаи ногусастанӣ дорад. дар ҳамон ҷо низ бори дигар аз аспони хатунӣ сухан меравад ки баромадаш аз ҳамин ҳавзи Қайнар аст. мо ҳамин ёд дорам ки ҳамин бари болош ҳам қатишмае буд ки ҳама шарфашда метарсидӣ. Неги ман биром ҳамин ҳадди айкаду чи о меомад аз катуи сангов меомад ҳамин таъм та бо пахтао мехӯрд. ҳамун о мезанад чикор мекунад меояд ин ҳамин раҳақатӣ ҳамин та о меояд ҳамин тепарак меша меорад та ҳамин чишмаро дамша мегира ина мебурад буҷ-буҷ. агар дами ҳамин чишмаро тоза кунӣ, бовар кунӣ компресс муни тоза кунӣ, мумкин ҳам пештару ош бибиёяд. тазаккур мебояд дод ки дар замони соҳиби истиқлолӣ зери сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавзеъҳои таърихӣ ва ёдгориҳои фарҳангӣ ҳифз шуданд. маҳз ин мавзеи Носкуле ки мо мебинем 4 октябри соли 2021 бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат ва саҳмгузории соҳибкорони ватандӯстдор ин мавзеъ обод гардида ба яке аз маконҳои дӯстдоштанӣ ва фарҳангиву фароғатии сокинони деҳаи Қайнар мубаддал гардидааст. мавзеъ ба ном мавзеъи таърихӣ буд. солҳои пешин қариб ба нести рафта буд. хушбахтона баъд эълон шудани солҳои 2019-21 эълон шудани солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар як муҳлати кӯтоҳ ҳамин мавзеъи таърихие ки як ҷои ноободу харобазор буд ман надида истем ба як ҷои хеле ҷои тамошобоби як гулбасар табдил гашта-аст. ҳамарӯза сокинони ҳамин маҳал меҳмони дохили хориҷӣ омада аз инҷа тамошо карда истироҳат карда як таб рӯи оила қатӣ баромада мераванд. ҷои ноободиам та клетабодиам тари будиам инҷа. ин ҳамин соло майда обод шиду баъд идорон ҳукумат баъд каналора кан ҳамара ки чӣ кард ино қоқшидан ки гирифт одамо хам бид ӯ тоғайзор гумшидан ки гирифт дига баъд ин ҳам як форма чӣ до қиёғи сирх дошт ки ин ин дарахта дроз мешид медравид хуна мепӯшундиам тари ҷо буд. лекин озри запхоса бия шаҳр вариштаги ина Қайнарам ҳамаем каналора кандан хишу кардан исту кардан хайни мардако бо гулу гулкориш кардан ини қа зебо кардан хишу кан
جای زیارتگاه کردن. این آدمای خارجی ها استفاده میان دم میگیرن ادیخ میکنن تماشا میکنن به نوار. اینجا همش تور بود، همه اینجا خاموش بود. در تسکیوات رو ورد این کلالا توزه کرده، یا تا کل نمی تورفورا توزه کرد. انا در روی زمان با خیلی نگل گلکاریش دیسوش. تاریخ پیدایش اسبان ختلانی را به اسب آبی که در عصرهای 5 میلادی از درون حوض ناسکول برآمده است وابسته می‌دانند. در آثار ادیبان گذشته از جمله خردادبه، نظامی گنجوی، خاقان شیروانی، ناصر خسرو، فخرالدین گرگانی و دیگران صفت اسبان نادر ختلانی با نام اسب ختلی و اسب تاخاری یادآوری شدند. بنابر نگاره‌های تاریخی، اسبان ختلی در سخت‌ترین محاربه‌ها علیه دشمن اجنبی استفاده می‌شدند که از صورت تیز و بزرگی آنان در میدان جنگ دشمن راه گریز می‌جست است. در آثار نیاگان اسبان ختلی همچون تیزترین و سبکپاترین اسبان ستایش یافتند. این اسبان نه تنها در آسیای میانه بلکه در اروپا هم همچون اسبان چابک و تیزپای در نگاشته ها یاد شدند. بنابر نگاشته های تاریخی به خاطر احترام روایت ها و به خاطر اسبان سمندپا شاهان هولبوک واسطه را اندیشیده بودند که محض آب آشامیدنی از ناسکول به هولبوک انتقال کرده میشد. بیایید یک جایه میبینیم که از ناسکول تا به هولبوک چقدر راه است. با ما باشید. در پی جستجوی حقیقت روایت های ناسکول ما رسیدیم تا قلعه هولبوک. بیایید یک جایه میبینیم که تاریخ نگاران این موضع وابسته بر روایت ها چی نظر دارند. رفتیم. اگر حاضر موقع جایگیرشوی حوض قینر و قصر هولبوک رو یک قیاس کنیم، بین 20 کیلومتر مسافه، در بین دو مسافه 2 سد، یعنی دو مونیه، یکی دریای اخشو یاخسو و دریای هولبوک سرخاب. با کس باوری نمی آید که در گذشته ایام، یعنی در دوره عصر 9-11 از موضع خواجه قینر تا به هولبوک در این مسافه و از 2 سد، یعنی از 2 مونیه گذراندن آب در اون دوره، این در زمان حاضر یک افسانه رو میموند.
лекин ковишҳои бостоншиносие ки аз солҳои 1951 то ба ин давра ба сомон расонида шудааст, дар вақти ҳафриётҳои бостоншиносӣ лаҳзаҳо яъне фрагментҳои ҳамин хатти гузариши об пайдо гардид ва ин собитгари илмие ҳаст ки оби ҳавзи қайнар ба ҳулбук интиқол дода мешуд ва лаҳзаҳои интиқоли ин шоҳро дар мавзеъҳои гуногун ҳангоми ҷорӣ шудани дарёҳои ахшу, ёқсу ва дарёҳои сурхоб, дарёи ҳулбук пайдо гардид ва ин бозгӯи илмӣ ҳаст. аслан дар сарчашмаҳои таърихӣ бо се ном ҳам ҳавзи қайнар, деҳаи қайнар ва қалъаи қайнар машҳур аст ва таърихи хеле қадима дорад. аслан давраи гулгушуфии ин ҳудуд ба асрҳои 9-10 ба давраи тараққиёти баланди қалъаи ҳулбук ва шаҳрчаи ҳулбук марбут аст, чун сарчашмаҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд ки иртиботи ин деҳа ки бо номи шаҳрчаи қайнар машҳур буд бо қалъаи ҳулбук хеле мустаҳкам аст ва ҳатто аз ҳамин ҳавзе ки имрӯз дар назди он мо қарор дорем, дар бисёр сарчашмаҳо бо номи ҳавзи қайнар ё ин ки носкули таърихӣ сабт шудааст, то ба қалъаи ҳулбук ба воситаи қубурҳои сафолини қутраш 70 об гузаронда шуда буд ва тавассути ҳамин об дар қалъаи ҳулбук ва инчунин дар шаҳрчаи ҳулбук ҳамин оби мусаффои ҳавзи қайнар дар гардиш буд ва мардум онро истифода мебурданд. шаҳри ҳулбук яке аз беназиртарин намунаи ёдгории меъмории асри 9 то 11 мебошад ки дар яке аз шохаҳои ҷанубии шоҳроҳи бузурги абрешим ҷойгир шудааст. тибқи ҳафриёти бостоншиносон дар ин мавзеъ муайян гардидааст ки шаҳри ҳулбук пойтахти шоҳони хатлон дар замони давлати сомониён буда, дар он бузургтарин ҳунармандони соҳаҳои гуногун чун кулолгарон, шишагарон, сангтарошон, гачкорон ва дигарон фаъолият менамуданд ки роҳҳои беҳтарини обу коррезиро дар он замон ба роҳ монда буданд. вақте ки мо дар бораи ирригатсия мегӯем, усулҳои истифодаи об бо роҳҳои масалан маснӯъ, худи табиӣ не овардан не бо сафолҳо дигар чизҳо, дар ҳулбук албатта ин ҳаст. мегӯянд ки вақте ки шаҳри қадимаи пойтахти қадима вайрон шуд, аз тариқи қубурҳо аз носкул ба ҳулбук об оварда шуд. тоне ки бо инҷо об оварда шуд, бо як дар ёдгории дигари дар инҷо манзартепа ҳаст ки таҳқиқоти дуруст нашуда соли. ин албатта ҳаст. бо таҷрибаи таърихӣ усулҳои кор аз ин таърихи 6000 сола дорад. мо ин чизро ҳам дар байналмаҳарам ва ҳам дар миср мебинем, вале дар шаҳристонҳои асри миёнагӣ фақат дар минтақаи ҳулбук ин хеле хуб истифода шудааст, хона ба хона бурдани об. ва дар қисмате ки аз тарафи афтобуро ҷанубу шарқӣ ҳаст, дар онҷо як гулҳавзи калони дигаре ҳам буд ки ҳозир онҷо болоша раҳ кардагиянд. гулҳавзе буд ки баъзу агар таваҷҷӯҳ карда бошед, роҳе дорад ки аз мардум аз қаср омада ба инҷо ба гулҳавзо меоянд ва аз тарафи аз роҳ гузаштан онҷо ҳамоме пайдо карда буданд, гармова пайдо карда буданд ки бо тасвирҳои бисёр зебои ҳамондавра, тасвирҳои зебо, занҳо ва дигар чизо дар он тасвирҳои зебое дошта буданд.
یعنی این چیزا بودند. در اصل علاقه این اوج ترقیات است. ما وقتی که درباره 2000 سال پیش از آن میگیم، این علاقه استفاده آب و کاریزی، راههای ایریگاسیونی مصنوع درجه اوج اعلی رسیده بود. در دوره‌ای که شیشه را استفاده بردنش می‌دانستند، در دوره‌ای که در داخل شیشه، در داخل ظرف تصویر سیمرغ است، پس این چیزها برای آنها کاری آسان بود. تصور کنید در کوهستان استفاده آب خیلی عقل و فراست خیلی زیاد طلب میکنه. یکی از نقطه‌های اثبات آنی که آب زلال نازکول توسط قبرهای سفالی در مسافه 20 کیلومتر به گل حوض قصر شاهانی ختلون زمین در شکل اصلی انتقال داده می شود. اولا موقع جغرافی جایگیرشوی حوض نازکول نسبت هولبوک در بلندی 25 متر واقع گردیده است و از حوض نازکول در مسافه 8 کیلومتر تا موضع امامعلی 8 کیلومتر، از 25 تا 20 متر یعنی 5 متر همین 8 کیلومتر وای میکنن، فشار زیاد میکنن، یعنی نیشابی برای زیاد کردن همون فشار آب. بعدا از موضع دهه امامعلی امروزه تا دهه منظرتپه 4 کیلومتر، از 20 متر بلندی تا 4 کیلومتر باز فشار دوی مراتبه زیاد کرده میشه. بعدا از موضع دهه منظرتپه تا به هولبوک 8 کیلومتر، از 16 در بلندی 9 متر با فشار تامین یگان مانع طبیعی نبود. به همین خاطر آب زلال حوض نازکول با فشار تامین صاف در شکل اصلی، اونی که از همون قبطهای زمین برآمده است، در شکل اصلی یعنی 20 کیلومتر به گل حوض قصر انتقال داده می شد. یگان درجه نه گرم نه خنک، یگان دیگر مواد به این وای نمی شد. قبرهای سفالی در شکل اصلی آب به گل حوض قصر انتقال داده می شد. آغاز این از سالهای 40 عصر 20 است. تا امروز بسیار کارها انجام خوردن، ولی بعضی کارهای دیگر مانده. مثلا قسمت شهرستان در زیر خانه های استقامتی مردم ماند. خب دیگر حالی هم کوشش ها دوام دارن. اگر نقطه های بسیار جالبی را پیدا کردن ممکن بعضی وقت میشد که کوشش های یک یادگاری برای تشریح آثار یادگاری دیگر کمک میشد. ما با آثار دوره عصر نهضت با برمیگردیم به وسیله مثلا همین گونه یادگاری بود در کجا بود به همین شکل، اینکه اینجا یک منطقه بسیار آباد بود. از اون بالاتر از حوض قینر بالاتر یک شهرک بسیار بزرگ غیلات هست، شهرستان دوره عصر برنج تاریخ 4000 ساله دارد و در همون دوره پیدا کردن ظرف‌های بسیار نفیسی در چرخ ساخته شده با عالمان به اندیشه وادار کرد که درباره هولبوک اندیشه‌شان دیگر کنند. وقتی که در این حدود 4000 سال پیش این گونه مصنوعات پیدا می شود و مصنوعات طلایی هم پیدا می شود، باید این یکی از شهرهای نمونوی عصر میانگی باشد و هولبوک از نظر ماهیت و شناخت یادگاری نادر و بی‌نظیر است. آب زلال حوض نازکول در ادامه 20 کیلومتر به قصر شاهانی ختلون زمین انتقال داده می شد و روزمره در قصر آب در همه حدود قصر در آشخانه
در مسجد و دیگر قطعه‌های قصر وابسته به خواست نفرانی که در اینجا سکونت میکردن مصرف کرده میشد. و خود قضاوت کنید. امروز تازگی محیط زیست، علمی اکولوژی در همه جا گویا که همین علم در زمان نوین پیدا شده است و ما با صحیفه های تاریخ غوطه میزنیم و در مثال قصر شاهان ختلان زمین و درسی هر روزینه شاه حاکم ختلان با همان ساکنان دولتش روزمره اجرایشش طلب کرده میشد. یعنی آب تازه نازکول به قصر وارد گشت و آن مصرف گشت در آشخانه، در شستشوی ظرف، در تیار کردن موادهای خوراکه، در دست شستن، در مسجد برای طهارت کردن. یعنی در وقت مصرف ترکیب تازگی آب برهم خورد و در زیر فرش شبکه زیر فرشی متمرکز از هر نقطه قصر متمرکز توسط قبورهای سفالی به این چاه آب مصرف انتقال داده می شد، گروه و بعداً در این چاه با اصول تکشین کردن یگان یعنی از معیار زیاد نه، یعنی همون آب مصرف در چاه تکشین کرده می شود. رطوبت هایی که در وقت استفاده در همون آب وارد می گردند توسط صافکاری تکشین می شوند و این چاه صافکاری وابسته به ضرورت در 5-10 سال وابسته به همون شرایط تازه کرده می شد و در شکل اصلیش گویا که از نو احیا کرده می شد و همین شبکه یعنی دائمی ابدی کار میکرد. از آب حوض خینر هم آب آشامیدنی استفاده می شود، هم آب نزد حولگی، هم در خوجگی‌های دهخانی وسیع استفاده برده می شود. و یک نقطه را باید قید کنم که در زمان شوروی یاد دارم در سالهای 70-80 از همین آب به یگان کارکرد در اکومولاتورهای ماشینا ریخته استفاده می بودند. این نشانه اون است که آب بی نمک، صاف و بی ضرر است. حتی خصوصیت شفابخشی دارد. بسیار شخصیت‌های به اینجا گذر میکنند و نیتی نیک و یک مراد و قول گویم از این آب می نوشند، دست رو میشن. با او خاطر گرامی داشت، با خاطر تولید اسب‌های پیش دنیا تا به امروز، اسب‌های بیدوی خطرانی و مقدس داشتن آب در خون ملت تمدن آفر تاجیک است و همین اعتقاد که این ملت تمدن آفر دائما نگران است به همون سرچشمه و مهر صداقت همین ملت از همون نازکول که سرچشمه میگیرد و به همون در گرد اطراف برای مقدسات نگاه داشتن همین نازکول و دائما مهر در دل این ملت موندن همون روایت ها و همون آفریده هایی که نسبت مقدسات نازکول یعنی پرستش همین حوض تا به امروز ادامه است. علم البته از همه بالا است، تاریخ از همه بالا است، لیکن اکثریت زمینه های مخصوصا علمی و تاریخی در زمینه های روایتی هستند
و اولتر هم گفتم که گمان میکنم که فیصد زیادی زمینه های روایتی حقیقت حال دارند، چون حقیقت نباشد از دهان به دهان نمیاد. از اونی که افسانه بود یا نبود با کلی فرق میکنند. برای من گمان میکنم که سرچشمه‌های تاریخی دارند، سرچشمه‌های علمی هم دارند. این نقطه نظری من است. روایت از کجا حاصل میشد؟ یک ما پهلوان داریم با نام رستم، واقعیت تاریخیش هست این گونه. ما از روی آثار گذشته ها میدونیم که همین خیلی یک پهلوان سکایی با نام سورنا بود، یعنی در سیمای او یک پهلوان بسیار بزرگ. و رستم یک قهرمان بزرگ است در حمایه کشور و به تدریج شما میبینید که رستم به نماد ملت تبدیل شد. یک نفر اگر او را دیده باشه، هر نفری که آوازه به جای دیگر می‌رسد شهرت شان رستم بزرگتر میشد و نماد ملت شد، رمز ملت شد. و خدمتی که مثلا رستم تهمتن برای مردم ما کرده است، برای ملت ما، برای زنده ماندنش کرده است، برابر دیگر عنصرهای فرهنگی هست. حتی در عصرهای میانه از همین عرب ها شروع کرده از نام رستم میترسیدند. روایت ها بسیار چیز مهم هستند و البته در روایت ها باید حقیقت جست. وقتی که ما درباره اسطوره میگیم، ابتدا اسطوره است، اسطوره روایت ها هستند روایت هایی که درباره پیدایش آدم و عالم هستند. اینها البته واقعیت دارند، ولی هستند روایت هایی که افسانه هستند. یعنی این چیزهایی هستند مثل که خاصیت موسمی و اجتماعی دارن. مثلا کلی زیرک میگن، یا که سنگچه پهلوان میگن، یا که البستی میگن، به همین مانند چیزهای دیگر هستند. اینها هم هستند. ولی روایت هایی که در داستان های شاهنامه روایت با میخورد، در اپوس مردمی گرگولی روایت با میخورد، به این نمیشود. زندگی انسان بی بافتن نمیشود، چون که شعر هم یک نمود روایت است. پرنده ها زمستون کشید و مرغوی علا میان شاو خیلباتی دا میان میشینن، همه سمدم کشید ای ترسی اومده ما رو با میپرمه ایدن یا تنیم تاش میمون. هم خیلی حدثوش زندگی اینا بهور که میشید، اگه حدثو بهور خیلی کم میبوره، همین بهور میشید بوار کنی، همین لوای او دا مویو عشق و میبرزنده، عشق بازی میکردن، میقپیده میگرفتیمشون هم مویو را. خوزی هم مویو نیست. اینجا ما خلق کبیر یا هفتم استان، همینجا ما استراحت میکردن، ما میرفتن. خیلی زندگی نیکی بزرگواره. اینا ما بچگی مونده آوازی میکنیم، به حق رسیدیم، خوب میبینیم که در این حوض غلطی دیم، دیگه بس میکنیم نمیکنیم. اگر جای آوازی ما این اینجا بود اول، بعدش این اینجا بود، بعد رفتن که اون پیشی گل کوری بود. می شود که روایت ها به حقیقت تبدیل بیاید و می شود که حقیقت روایت شود. این از پیدایش و راه طولانی را طی کردن وابسته است. مثلا وقتی که ما در باب حقیقت همون چیز میگن که دلیل و سندهای علمی دارد، واقعیت است، بافتن نشده است و با همون واقعیت امروزه زندگی موافق است. وقتی که ما میگیم انسان 1 میلیون سال پیش پیدا شده است، با دریافت همان استخوان و مثلا باقی مانده جسم آنها ما ثابت میکنیم و آلات همون داره را پیدا میکنیم که از نظر علمی دقیق است که همینطور هست. ولی وقتی ما میگیم که یک شداد 80 متر قد داشت، این بافته هست، این روایت است. میخوان که مردم بزرگی همون شخصیت در درازه و در جسم در عظمتش نشان بدن که این البته فایده ندارد، حقیقت علمی ندارد.
بهر پاسداری و احترام موضعهای زیبا و جالب روایت ها خوبند، اما حقیقت همه روایت ها را باید جست، زیرا علم اثبات را طلب می نماید. در اساس حفریات باستانشناسان معین گردیده است که در حقیقت موضع امروزه حوض قینر به عصرهای 3-2 پیش از میلاد وابستگی داشته. زمان در این مکان پادشاهان ختلان زندگی میکردند، اما نه به خاطر معجزه های نازکول که در روایت های مردمی آورده شده است، بلکه به خاطر دسترسی آب آشامیدنی. اما روایت انتقال آب نازکول تا شهر هولبوک حقیقت است به بحث، زیرا باستانشناسان با پیدا نمودن نمونه قبرهای کلاله که با مقصد آبیاری از نازکول به هولبوک استفاده شده بودند، حقیقت روایت رابطه نازکول را با هولبوک اثبات نمودند. بر گفته تاریخ‌نگاران در حقیقت در اساس تحقیقات باستانشناسان اثبات گردیده است که در عصرهای 9 تا 13 طریق قبرهای کلاله از نازکول به قلعه هولبوک آب آشامیدنی انتقال می‌گشت. بابت معجزه و قصه هایی که وابسته به نازکول هست قضاوت از بیننده است و در اینجا برنامه نوبتی روایت یا حقیقت به انجام میرسد با برنامه‌های جالب و دیدنی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی باشد. تا برنامه‌های دیگر خیر.